سلام عرض ادب به فالوورای عزیز. امروز میخوام طرز تهیه چیپوف با شیر رو بهتون آموزش بدم. لطفا تا آخر ویدیو همراه من باشین. خب برای تهیه چیپوف با شیر اولین موادی که باید داشته باشین کلاه ایمنی است. ما چون تکمیل نیست یه دونه چیز میذاریم کلم. شیر رو باز میکنیم با آرامی. نه دوستان است اول تاریخ رو نگاه میکنیم، میبینیم تاریخ داره 1401 و 24. بذار ببینم. داره تاریخ. دوستان عزیز تاریخ داره، خیالتون راحت. من همه جنس ها من خود میهم میگیرم، یعنی گاو میرینه من میرم میگیرم ازش، میریزه تو بطری من میگیرم. شیر رو باز میکنی در حالتی که این گویوب پش میکنه که زمین استاد یواش میریزی داخل زم بشه نصفش دیگه، در حدی که یک وجب داشته باشه. شیرش هم باید سخت باشه. چیپوف رو باز میکنید که این که صدا پوسش در بیاد اینجوری کنید تمام بالاش در بیاد. چیپوف رو باز میکنید. دوستان عزیز هیچ وقت چیپوف رو، خب اینو تاکید میکنم، هیچ وقت چیپوف رو یه دفعه نریزید تو این. من الان اسکلم ریختم تو این.